ما یه امر خودآگاه داریم، یک امر ناخودآگاه داریم. فیلم درست میشه، فیلم با خودش یک پیام خودآگاه داره، سرگرم کننده هستش، ولی در پس و پشت فیلم ما یک پیام ناخودآگاه داریم. من نمونه‌شو در یک فیلم هالیوودی مثال میزنم. فیلم ساخته میشه، یک صحنه‌ای هستش، دو نفر در کنار هم نشستن و دیالوگی رد و بدل میشه و شما جذب این صحنه میشه، ولی ناخودآگاه در کنار میز اینها یک قوطی کوکاکولا هستش. در ادامه این صحنه این افراد یکیشون میاد و این قوطی کوکاکولا رو با ولع سر میکشه. پیام آگاهانش این هستش که بعد یک فیلمی هستش و داره پخش میشه، ولی در کنارش عملا تبلیغ کوکاکولا شده. از یه بود انگار این فیلم اصلا ساخته شده از لحاظ حتی زیبایی شناسی هم ممکنه ارزشمند باشه یا نباشه، ولی اصل فیلم در ورای خود مفهوم فیلم تبلیغ کوکاکولا است. مرا بنوش. خب وقتی که شما میایید یه مجموعه سریال، یک مجموعه سینمایی درست میکنید و خب اصلا خیلی از این فیلم ها اصلا به نظر ارزش واقعا هنری هم ندارن، نمیخوایم بگیم گنجولن، ولی عملا در سطح پایین هنری هستن، بعضیاشون هم ارزشمندن، ولی شما میبینید ناخودآگاه میشه گفت یا اصلا بعضی وقت شیطنت‌هایی در وسط افراد میشه که در پشتش عملا یک سناریوی خیلی پنهان هستش و فرد رو بدون که خودش حتی یک آدم عادی بدون که بخواد تفکر بکنه ممکنه اون فیلم رو ببینه لذت ببره، یک گیلانی و نفهمید داره تحلیل میشه، نفهمید در گفتمان جمعی گیلان و ایران عملا داره از شأن و منزلت و عزتش کاسته میشه. چیزی رو که این سریال میبینید، سریال فیلم‌های دیگه هم بودن، مثلا اسمشون نیازی هم نیست ببرم چون تو فضای مجازی و به لطف اون خیلی آگاهی ها بیشتر شده و دسترسی اینجور مطالب بیشتر شده. شما چه حسی پیدا کنید در ناخودآگاهتون؟ ممکنه تو آگاهی میگید نه اینطور نیست، ولی ما وقتی که میبینیم یک نفر و پدر و مادری حاضر نیستن زبان مادریشون رو صحبت بکنن، گیلانی، حالشور، کودکی رو، این عمل نشون میده که این فرد شرم میکنه از نژاد، زبان و هویتش ناخودآگاه، که بدونه این عمل هستش که داره کار میکنه. ممکنه ازش بپرسیم به دلایل مختلف بیاره. بعد شما میبینید مقایسه میکنید با کردها، با ترکها، فارسا که خب داستانشون فرق میکنه و خب این زبان برقرارتر هستش، با بلوچ‌ها. این اتفاق هیچ جا نیفتاد. فقط تو این خطه شما یعنی محدوده جنوبی دریای کاسپین، در مازندران گیلان، اصلا به این وسعت شما جای دیگه نمیبینید. و بعد شما مثلا این سری تاریخیش هم نگاه میکنید، این روند و این فرایندی که حداقل در یک قرن اخیر بوده به آدم مثلا میتونه آیتم هایی تا این 3 قرن 4 قرن اخیر پیدا بکنه، مثلا حالا بعد این جلوتر مطرح میکنه. خب اینا آیتم هایی هستش که شرق از فرهنگ خیش اینو عملا ما میبینیم. خیلی ها بودن که اصلا حالا الان آگاهی بیشتر شده، الان خیلی ها هستن برگشت پدر و مادر هستن من میکنه بچه ها رو از این خالشی صحبت کن، گیلکی صحبت کن، بچه خودش میره یاد میگیره، وای میسته، انگار که هنوز رد خاطره دلاوری درش هست، دوره گفتمان جمعی وای میسته، دیگه خجالت نمیکشه. این اتفاق 20 سال پیش نبود، 19 سال پیش نبود. اساتید بسیار آگاه‌تر هستن و خودشون هم به نظر من این رو تایید میکنن. شرم از زبان خویش، زبان در روان و اصلا اسمش هم چقدر زیباست. من نمیدونم آیا اون کسایی که گذاشتم این برای توی روند تکاملی این مطرح شده توی زبان مادریه و نمادین جایگاه مادر رو داره. شما وقتی به زبان مادریتون پشت میکنید ناخودآگاه، شاید خودآگاه اصلا متوجه نشید که مادرتون داره پشت میکنه به شکل سیمبولیک. و این شرم از هویت و شرم از حضور و وجود است. یعنی فردی که گیلکی صحبت میکنه در گیلان، در مرکز گیلان میره یه جا میبینه چند نفر فارسی دارن صحبت میکنن، مثل اون ترک نیستش بره اونجا مثلا تو تبریز همون لحظه با اختلاف با ترکی صحبت بکنه. طوری که اونا مجبورشن یاد بگیرن زبانشون. با سرفکندگی خیلی وقتا ما دیدیم، حالا الان بازم فرق میکنه،
میره اونجا و سریع حتی لهجه‌ش رو میخواد قایم بکنه. این اتفاق کسایی که بالای 40-50 سال دارن اینا یادشون هستش. و این چه حسی رو با آدم هستید؟ شما وقتی تو این فضا گفتمان قرار میگیرید اصلا دلیلی وجود نداره براتون، ولی احساس گناه بهتون دست میده. احساس گناه ناخودآگاه. انگار من کار بدی کردم. انگار که من حاصل تولد گناه پس باید تغییر کنم. و شما اصلا احساس دین میکنید به گفتمان دیگری که بر شما غالب شده. اوکی من خوب نیستم، باید خوب بشم. ببخشید من نمیدونستم گیرکم اقدادشم بس دیگه نباشه. این اتفاق قبلا افتاده و همین منجر میشه که شما وقتی که از زبان مادری، از هویت و وجودتون فاصله بگیرید، عملا از خاک مادرلند و نیتیولند، از سرزمین پدرتون هم فاصله بگیرید. شما چه چیزی شما رو پیوند میده به این سرزمین؟ این جز تاریختون نیست، جز هویتتون نیست، جز زبانتون نیست. خب عوامل واگذاری زبان آغاز واگذاری زمین هستش و این اتفاق افتاده. امروز ما بحثایی رو می‌بینیم و خیلی دارم در تلویزیون هم صحبت کنم. تلویزیون خیلی خطرناکه و خیلی جالب هم هستش. تلویزیون میل رو میسازه، همانندسازی میکنه، در تصویر شما غرق میشید. تلویزیون هستش که به شما میگه شما چی میخواید، مثل تبلیغات. شما یه چیزی رو نیاز ندارید، یک شامپوی رو تلویزیون اون رو بهتون میگه که این مثلا اون رو زیاد میکنه، کم میکنه. از این میل شما اون میشه. حالا شما ببینید که وقتی که تلویزیون دست بذاره رو هویت، ساختار و وجود شما، چه بلایی سر شما میاد. برای همین به نظر من باید جلوی همچین چیزهایی قاطعانه وایساد، هم برای خودمون، هم اگر واقعا علاقه‌مند سرزمین رو مخصوصا فرزندان. ببخشید پر حرفی کردم، ممنون از شما.